سلام دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به سومین روز از کتاب معجزه شکرگزاری خوش اومدید. موضوع امروز سلامتی شگفت‌انگیز است. یکی از مهمترین نعمت‌هایی که بسیاری از ما تا زمانی که از دستش ندادیم ارزش واقعی اون رو درک نمی‌کنیم، سلامتیه. راندا برن در این فصل توضیح میده که سلامتی یکی از بزرگترین هدیه‌های زندگیه. حتی اگر اکنون کاملا سالم نباشیم، باز هم بخش‌های زیادی از بدن ما بدون اینکه متوجه باشیم هر لحظه‌ای برای زنده نگه داشتن ما در حال فعالیت هستند. قلب ما بی‌وقفه میتپه، ریه‌ها نفس میکشه، مغز فرمان میده و میلیون‌ها سلول شبانه روز در حال ترمیم و بازسازی بدن هستند. وقتی بابت سلامتی خودمون قدردان باشیم، ذهنمون از کمبودها فاصله میگیره و روی نعمت‌هایی که داریم تمرکز میکنه. همین تغییر نگرش باعث میشه که احساس بهتری داشته باشیم و بیشتر مراقب جسم و روح خودمون باشیم. اگه در بخشی از بدن خودتون درد یا بیماری دارید، به جای اینکه تمام توجهتون رو روی اون قسمت بگذارید، به قسمت‌های سالم بدن فکر کنید و بابت عملکرد فوق‌العاده اونها شکرگزار باشید. این کار به شما امید، آرامش و انرژی بیشتری میده. راندا برن تاکید میکنه که قدردانی احساسی از عشق و امید رو در وجود انسان ایجاد میکنه و این احساس کیفیت زندگی رو تغییر میده. وقتی هر روز بابت سلامتی خودت سپاسگزار باشی، به تدریج نگاهت به زندگی مثبت میشه. تمرین روز سوم. امروز زمانی رو به فکر کردن درباره سلامتی خودت اختصاص بده. ابتدا 3 مورد از بخش‌های سالم بدن یا توانایی‌های خودت رو انتخاب کن. برای مثال، قلبی که بدون توقف کار میکنه، چشمایی که زیبایی‌های دنیا رو میبینه، پاهایی که شما رو به هر جا میبره. برای هر کدوم با احساس بگویید: سپاسگزارم برای سلامتی قلبم، سپاسگزارم برای سلامتی چشمام، سپاسگزارم برای پاهای توانمندم. اگر در قسمتی از بدن خودت مشکل یا بیماری داری، به آرومی دستت رو روی همون قسمت بگذار و چند بار با احساس بگو: سپاسگزارم برای سلامتی که هر روز بیشتر و بیشتر در بدنم جریان پیدا میکنه. مهمترین نکته این تمرین احساس واقعی شکرگزاریه، نه فقط گفتن کلمات. سلامتی نعمتیه که ارزش اون با هیچ ثروتی قابل مقایسه نیست. هرچی بیشتر بابت بدن، سلامتی و توانایی‌های خودت شکرگزار باشی، زندگی رو با آرامش، امید و انرژی بیشتری تجربه خواهی کرد. اگر از این خلاصه خوشتون اومد و دوست دارید هر روز با هم ادامه کتاب معجزه شکرگزاری رو مرور کنیم، لطفاً از این کانال حمایت کنید. ویدیو رو لایک کنید و اگر هنوز عضو کانال نشدید، حتما سابسکرایب کنید. ممنون که تا پایان همراه من بودید. برای شما آرزوی سلامتی، آرامش و روزهایی پر از نعمت دارم. خدا نگهدار.